ما با محمد رفیع بسیار رابطه خوبی برادری داریم و با اهل اولیه شادروان استاد کارامطلو پورمان و وقتی این آهنگ آماده بود و تصادفاً من راست نمیدونستم که محمد رفیع هم این آهنگ رو یعنی آماده ساخته است و میخواهد پخش کنه و وقتی من با محمد رفیع زنگ زدم گفتم که محمد رفیع جان یعنی من خیلی کار شده من این آهنگ رو ثبت کردم و یعنی کار یعنی به انجام قریب رسیده است و محمد رفیع گفتم ما هم شنیدم که همین خیلی تو هم نیت داشتی که این سوده بعد ما خنده کردیم گفتیم بله بعد وقتی که ما یعنی مقایسه کردیم این کار تا کجا رسیده است و محمد رفیع همچون یعنی رفتاری مردانه کرد و هم گفت که شما بسیار یعنی خرج کردید بالای این سود یعنی 90% اون آماده است و شما میتونید این آهنگ پخش کنید یعنی ما هیچ وقت بین ما و محمد رفیع در باره سودهای کارامطلو رو سراییدن نسراییدن یگان پرابلم نشده است و ما هدف من و محمد رفیع و اون نفرانی که سرودهای کارامطلو رو میخونند نه هدف این است که یعنی کارامطلو پورمان آهنگ‌هایش زنده باشه همیشه وقتی آهنگ‌های نرمندی که در قید حیات نیست خوانده میشود این بشبه مخصوصا برای شادروان یعنی با اون هنرمند یعنی چی از خوب است که نام او که زبان‌ها است از وقتی که ما آهنگ سراییدیم بعدا ما با محمد رفیع قرار گذاشتیم اول من پخش میکنم بعدا محمد رفیع این آهنگ رو با نه که روسی نمیدونستم روی روز یعنی رو بخونم و فکر میکنم که از ما هر جایی که یعنی با عروسی میرم یا که با یگان کنسرت میرم پیش از اونی که از من آهنگ خواهش کنم میگم صادق جان از تو خواهش میکنم که سرودی کارامطلو پورمان بود یعنی اون دختر افغان خواندی اون رو بخون یعنی اولا اسم کارامطلو با زبان مهمه و این برای من بسیار خوشبختی است که من توانستم کمی هم باشد یعنی سرودی گذشته رو بازم زنده کنم البته با هم روی یعنی که پیش از هم پیروی با استادتون بود زیرا شما صنعتی این نفر رو بسیار احترام میکنید یعنی آهنگ‌های کارامطلو رو خوندن این امر دلی من از یعنی من با امر دلی خودی چیکار کردن نمی‌توانم چون من با این آهنگ‌ها بزرگ شدم هنرمند شدم از طریق کارامطلو قربون من دیگر هنرمندان بزرگی دنیایی رو شناختم اویدی صفت و ترکیباتی ترانه‌ای که با یوری دوستان و اجرا شده است چی گفتم چی نشان من فقط فکر می‌کنم که گوش کرده فکر می‌کنم ولی همچون یک متخصصی موسیقی شناس همچون یک موسیقیچی هستی نگاه شما با ترکیبات اگر من با محمد رفیع برادر نمی‌بودم فکر خود را گام می‌دادم لیکن من فکر می‌کنم که این باید شنونده بها گیرد با فکر من اولا که من از اون خوشبخت هستم که یک پیشروی در یعنی مناسبت‌های ما با همسایه‌های نزدیک ما ازبکستان شد چون که تا این دم یگان هنرمند ازبکستان با هنرمند تاجیک صدایی نمی‌خوند و این اولا خوشبختی این در اون است که یعنی این رو شده شد محمد رفیع این رو کشید من تا حال ندیدم که یگان هنرمند ازبک با هنرمند تاجیک یعنی خوانده باشن یگان آهنگ و این یک فعل خوب است باوری دارم که گوینده اش باز خوبتر است تشکر برای جواب شفاف و شما هر دلتون که دارین جوازو دارین از شما احترامانه خواهش میکنیم باشد که همین آهنگ رو در یک جایی اجرا میکنم جان من قربانی چشم با صدای زنده جان من قربانیم خندیدن و نازیدنم لب به لب بنادن و از شور دل لرزیدنم جان من قربانیم خندیدن و نازیدنم لب به لب بنادن و از شور دل لرزیدنم عمر من قربان آن ساعت که از وصول با هوای قلب دل بریدن و رقصیدنم تشکر زیاد و روشن می‌داختید که طول چند سال است که با همراهی خیام انترتینمنت و برادرعزیز شفیق همکاری دارید. من راستی با شفیق جان زیاد میشم فکر کنم اگر از 15 سال زیاد گیم آشنا هستیم خطا نمیشود چون قبل از آن که شفیق جان در لندن زندگی میکردن اهل خانواده‌شان در تاجیکستان از 25 سال میشود که زندگی میکنن و من با برادراشون با مادر عزیزشون یعنی آشنایی میشناختم و
شاسلو هم قبلا بیشتر ایده بودیم جوان‌تر بودیم که بعد دوباره که به تاجیکستان آمد نشد. بگید وقتی به تاجیکستان آمد دیگه با کاری هنری آمد یعنی با کام انترتینمنت آمد. تشکر زیاد سلام. کسی ذکر کردم و من می‌خواستم در مورد اون که شما درباره حالت زنان امروزی در افغانستان اینجا حرف زدید و من فکر میکنم نظر با از دیگر کشورها این حقیقت است که مثلا وضع زنها در افغانستان امروز با اون سطحی نیست که مثلا در عصر 21 باید باشد. مثلا از مرگ فرخنده تا روشانه و چند قبل مثلا یک دختر رو سانسور کردن این مثلا در عصر 21 فکر میکنم خیلی دهشت است و شما آیا همین درد زنهای افغان رو احساس میکنید و تصمیم دارید که مثلا از زندگی همونها سرود بخونید یا مثلا نمیخواید که مثلا بعد سیاست رو برای چه خیلی است مثلا شما میخواید که بعد درد همونها بعد خورید مثلا از همونها سرود بخونید یا تشکر سوال زیبا. البته ایده که شما گفتین ارتباط به سیاست نمیگیره، این ارتباط به احساس هر شخص میگیره که وقتی که یک خانم بالایش سالم میشه یا به حالت فجیع از بین میره همه ما شما بدون از اینکه سیاستمدار باشین حس میکنیم دردشه و این که یک هنرمند باشین احساساتون زیادتر میباشه و هنر بدون احساس وجود نداره. طبیعی است اگر موقع مثلا چرا من شعر زیبایی پیدا کنم کامپوز بسیار زیبا پیدا کنم حتما چرا نه تنها برای زن بلکه برای همه کسایی که آهنگ برای ضرورت است، برای اطفال، برای چقدر ناسازگاری ها در جامعه ما هست ما میشه که بخوایم از طریق هنر به اصطلاح روشن بسازیم مشکلات جامعه خود. چرا که نه؟ سوال با اکوی صدردین خب این روز ما میبینیم که اکثر هنرمندای ما در خارج کلیپ بنابرد میگیرن و من فکر میکنم که از یک جهت مثلا میبینم که در کوچه مثلا در یک جای دیگه این مثلا نمیدونم چی باشد مثلا اون کلیپ اون سوژه نداره مثلا نمیدونم شاید برای محبت باشد که در نزد فیلم‌های مثلا با حشمت خودشون مثلا وای میگیرن برای چی در تاجیکستان مثلا یا در تاجیکستان ما مثلا یک منظرهای زیبا روی نمیشه لیبان بله راست میگید و قدیم‌تر که چند سال پیش مثلا 10 سال پیش اگر خطا نمیتونم یا که 12 سال پیش راستی گپ همون شرایطی یعنی از جهت تکنیکی تاجیکستان یعنی شرایط نبود برای ویدیو کلیپی یعنی زمانوی ساختن یعنی که با هم استانداردها جایگزین باشن از همین خاطر ما سعی می‌کردیم با آمریکا رفتیم با دبی رفتیم در اونجا این کارا رو انجام بدیم این شب و روزها شکر خدا این شرایط هست و من چند کلیپ‌های آخری خود را در تاجیکستان گرفتم و من فکر میکنم که مهم نیست کلیپ در ویدیو میگه مهم اونه که اون کی کلیپ بنوار میگه یعنی اون حرفه‌ای باشد و یعنی با موضوع سرود یعنی مطابقت کند و یعنی تصویر خوب باشد که مردم یعنی راحت کنن اون تصویر را تماشا کردن این مهم این است و شرط نیست که باید اونجا دیگه رفتن ویدیو کلیپ ساختن فکر میکنم در این شب روز تاجیکستان بهترین جا است. تشکر. یک سال دیگه من میخوام که نظر هر دوی شما بگیرم همین با هنرمند مثلا باید خوندن چی مهم است استعداد یا شهرت؟ استعداد باشد خیلی فکر میکنم که اگر استعداد نباشد شهرت پیدا کنه زود خاموش میشه شهرتش کاذب میباشه شهرت یافتن آسانه شهرت قبیدن بسیار دشوار تشکر. امیدوارم که شما باز صحبت‌های جواب‌های خوب مشخص گرفتید و بار دیگر با شما مداریم و اجرا میکنیم که صحنه 22 مارس کنسرت حساب و صدریدین در برنامه توسط بلوچستان برگزار می‌گردد. حتما با یار و نزدیکان و حسابداران تشریف بیارید و نمایش عجم را یکجای پیشواز گیریم استقبال گیریم و به مهمانان یادآور بار دیگر این نداریم و بلوچستان می‌کنیم که دعوت شما را خبر بدهید. شما هم تشکر. Thank you.